چندین ماه است که موضع باغ غلبه شهر خوجند در چنین حالت قرار دارد. این موضع مرکزی شهر و همچنین ولایت سوق محسوب یافته. از اینجا نه تنها ساکنان بلکه سیاحان نیز دیدن میکنند. در ماه سپتامبر اوید نوآبادی موضع میدان شهیدان جنگ بزرگ وطنی شعبه اطلاعاتی گزارش آماده کرد. مسئولین گفته بودند پس از سال نو این مکان از تعمیر برآورده می شود، اما هنوز از آغاز تعمیر و یا تجدید خبری نیست. پس از سپری شدن 11 روز از سال 2022 به کارخانه واحد دولتی کمونالی سرایاسات آبادانی و خوجکی منزلی و کمونالی شهر خوجند مراجعت نمودیم. نماینده این نهاد گفت که پس از نیمه اول ماه ینور تعمیر آغاز گردیده تا ماه فوریه ادامه خواهد کرد. تعمیر این موضع به نقشه سال 2023 از طرف کارخانه ما به نظر گرفته شده. آغاز از 20 ماه ینور تا فوریه به انجام رسانده میشه. تجهیزات نو نصب شونده به موضع میدان شهیدان جنگ بزرگ وطنی موافق اطلاع مسئولین از جمهوری مردمی چین وارد می شود. متخصصان کارخانه واحد دولتی کمونالی سرایاسات آبادانی و خوجکی منزلی و کمونالی شهر خوجند آن تجهیزات پرقوت‌تر است. بعضا چراغک‌ها، بعضا مسئوله‌های ساختمانی که از دولت‌های خارجی وارد کرده می شود درخواست کرده شده است که این زمان دسترس نشدن. آن چیزایی که آن محصولاتایی که ما درخواست کردیم آنها نسبتاً به چراغک‌هایی که در اینجا نصب کرده شدن صفت آنها بلندتر است. میدان شهیدان جنگ بزرگ وطنی به مناسبت 76مین سالگرد عید غلبه ساخته به استفاده داده شده است. در این دوره 3 مرتبه از تعمیر جاری گذرانده شده است. باید گفت که موضع میدان شهیدان جنگ بزرگ وطنی سیمای مرکزی شهر خوجند و همچنین ولایت سوخت محسوب می‌یابد. سبب شکسته و ریختن تجهیزات باغ را به ساکنان علاقه‌مند می‌کند، مخصوصا به شخصانی که در گرد و اطراف باغ گویا زندگی دارند. از کارخانه واحد دولتی سرایاسات آبادانی و خوجکی منزلی و کمونالی شهر خوجند گفتند که اگر ساکنان آداب شهرداری را نآموزند و ندانند پس به جای آباد گردانیدن ویرانه‌ها زیاد می شود. برای زیبا نگاه داشتن شهر سهم ساکنان زیاد است. برای آن باید به جامعه معرفت زیبا پرستی و احترام زحمت را تربیت نمود. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.